تکنیک اساساً بخش فیزیکی نوازندگی محسوب میشه و وسیله‌ای هست برای بیان اون چی که در ذهن نوازنده میگذره. ممکنه که نوازنده از نظر ذهنی و از نظر درون مایه بسیار پر باشه ولی به واسطه ضعف تکنیکی نتونه اون رو ارائه بده، یا برعکس ممکنه که تکنیک بالایی داشته باشه ولی چیزی برای ارائه نداشته باشه. پس تکنیک مقوله‌ای ضروری هست ولی کافی نیست و ترکیب میشه با اون درون مایه‌ای که نوازنده داره. در طول تاریخ و در طول این 300 سالی که ما بررسی میکنیم هر نوازنده‌ای نسبت به نوازنده دیگه متفاوت بوده از نظر تکنیکی و برخوردش با تکنیک، ولی یک سری اشتراکاتی وجود داره بین همه نوازنده ها، مثل سبک نشستن، صاف نشستن، حرکت اضافه نداشتن، دستایی که آزاده، انگشتایی که گرد شده، سبکی در حرکت انگشتان و اینها اشتراکاتی که تو همه این متدها ما میتونیم ببینیم، ولی تو یک سری زمینه‌ها هم قطعاً متفاوتن، مثل انگشت گذاری و یک سری چیزهای دیگه که جلوتر بهش اشاره میکنیم. اولین متد کلاویه‌ای حائز اهمیت در سال 1600 میلادی توسط دیرو تا گیرولامو نوشته میشه، کتابی تحت عنوان ایل ترانسیلوانو. ما توی این کتاب یک سری توصیه هایی داریم برای نوازنده ها که به اختصار بهش اشاره میکنیم. یکی این که نوازنده دقیقاً در میانه کیبورد بنشینه و حرکت اضافه موقع ساز زدن نداشته باشه و مچها در راستای دست باشه و زاویه نداشته باشه، انگشتان صاف و با انحنای کوچیکی در انتها. بازوها هستن که حرکت میدن دست‌ها رو و یعنی مبدأ اون حرکتی که در انگشت اتفاق میفته باید بازوها باشن. نکته بعدی که هست اینه که چالاکی ناشی از عدم انقباض و ناشی از آزادی دست هاست و هر چقدر که این انقباض کمتر باشه و آزادی عمل بیشتر باشه، چالاکی طبعا بهتر اتفاق میفته. راجع به سیستم انگشت گذاری آن زمان هم صحبت میشه تو این کتاب که آلمان ها و ایتالیایی ها بیشتر از جفت انگشت های 2-3 و 3-4 استفاده میکردن و انگشتان 1 و 5 زیاد مرسوم نبوده تو اون سیستم، ولی توی انگلیس از انگشتای 1, 3 و 5 بیشتر استفاده می شده به عنوان انگشتان اصلی حساب می شده که همین سیستم هم میمونه و اون سیستم 2, 3, 4 یک سری ایراداتی داشته که یکی از محققین تاریخ موسیقی آرنولد دولمچ راجبش اینجور میگه: عبور انگشت 3 از 4 در حرکت بالا رونده و 3 از روی 2 توی حرکت پایین رونده باعث تأکید مضاعفی میشه که ما اون رو نمیخوایم. فرضاً توی گام نوازی یا توی حرکت‌های آرپژ مانند یا توی پاساژها به سمت بالا به سمت پایین، چیزی که امروزه ما بهش نیاز داریم اینه که هیچ نوتی روش تأکید مضاعفی نباشه و اصطلاحاً روون به سمت بالا و پایین حرکت بکنیم. ولی از مشکلات این سیستم ایتالیایی و آلمانی این بوده که تأکید مضاعف داشته روی این قضیه، اونم به خاطر عدم استفاده از انگشت 1 به عنوان محور بوده. ولی خب بعدها توی دوره باخ دیگه انگشت گذاری حالا 1 3 5 یا استفاده از انگشت 1 خصوصا دیگه جا میفته و باخ به شدت حمایت میکنه از این سیستم انگشت گذاری که جلوتر بهش میپردازیم. بعد از گیرولامو 2 کتاب بسیار مهم نوشته میشه در اوایل قرن 18 در فرانسه. یکیش توسط سنت لامبرت به نام اصول نوازندگی هارپسیکورد که تو این کتاب ما توصیه هایی داریم مثل دست هایی که باید موازی کیبورد قرار بگیرن، انگشت شست که باید در راستای باقی انگشتا که خم شدن قرار بگیره و اینکه همه اینها به واسطه تنظیم ارتفاع صندلی اتفاق میافتن. توی کتاب کوپرن به نام هنر نوازندگی هارپسیکورد ما اطلاعات بسیار جامعی داریم، هم در زمینه اجرا
هم سن شروع ساز و باگ هایی که نوازنده ها باش در ارتباط هستن. خود کوپرن جزو آهنگسازای مطرح فرانسه بوده و نوازنده ارگ سلطنتی بوده و معلم فرزندان سلطنتی هم بوده، بسیار مستعد و تاریخ مفصلی داره که ما میپردازیم بیشتر به بحث اون کتابی که راجع به تکنیک نوشته شده. تو این کتاب اشاره میشه که کودکان از سن 6 یا 7 سال بهتره که شروع بکنن نوازندگی رو و اگر که دیرتر این اتفاق بیفته، دیرتر شروع بکنن یا اینکه به سیستم غلطی ساز بزنن و اون فرم صحیح شکل نگیره، ما نیازه که یک سری تمرینات مضاعفی به نام تمرینات ژیمناستیک انگشتان داشته باشیم برای هنرجو. یعنی یک سری تمرینی که فارغ از تمرینات روی سازه که این به عنوان اولین رفرنس در تاریخ به عنوان ژیمناستیک انگشتان دیده میشه که کوپرن بهش اشاره کرده و قبل از اون نبوده. حالا علت این که اشاره میکنه که باید از سن 6 یا 7 سال شروع بشه آموزش ساز اینه که توی اون سنین اشاره میکنه که خب فرم پذیری و انعطاف انگشتان خیلی بیشتره، هم از نظر ذهنی هم از نظر جسمی. و علاوه بر اینها ما توی این کتاب یک سری تمرین برای نشستن در ارتفاع صحیح صندلی داریم، به طوری که مچ و آرنج زاویه عجیبی نداشته باشن، در یک راستا باشن. اینکه کودکان برای تعادل بیشتر از زیرپایی استفاده بکنن. فاصله نوازنده بزرگسال تا کیبورد از کمر نوازنده تا کیبورد باید حدود 9 اینچ باشه و خب تو کودکان طبعا کمتر. زانوها باید کمی از هم فاصله داشته باشه، زیاد چسبیده به هم نباشه. ترجیحاً پای راست کمی جلوتر از پای چپ باشه. و اگر یک هنرجویی مچ یک دست رو بالاتر از دیگری نگه می‌داره، اشاره شده که خود کوپرن از این سیستم استفاده می‌کرده که یک چوب منعطفی رو از بالای مچی که بالاتره به پایین مچی که پایین‌تره قرار میده و به واسطه این باعث میشه که بالانس بشه دو تا مچ و این هم جزو اولین تدابیر مکانیکی در آموزش ساز کلاویه‌ای بوده که باز هم اولین بار در تاریخ اتفاق میفته. قبلش اشاره نشده که کسی همچین کاری کرده باشه. علاوه بر همه اینها راجع به اکت های نوازنده صحبت میشه. اینکه بعضی ها با همراه ساز زدنشون ممکنه که سری تکون بدن، ممکنه حرکت اضافه‌ای داشته باشن که توصیه میشه از یک آینه استفاده بشه برای اینکه نوازنده دائم خودشو چک بکنه که آیا حرکت اضافه‌ای داره یا نه. همینطور برای کسانی که بدون نوت اجرا میکنن منع کرده نگاه‌های گنگ به اطراف رو. اینکه بعضی‌ها وقتی بدون نوت اجرا میکنن نگاه گنگی به اطراف دارن یا اینکه نه به یک نقطه‌ای همش خیره میشن و اینها همه رو منع کرده. منظور این که راجع به اجرا و اون حالات اجرایی هم تو این کتاب صحبت شده. علاوه بر اینها ما چون این کتاب برای نوازندگان هارپسیکورد نوشته میشه و 2 ردیف کیبورد دارن اونجا، توصیه شده که نوازنده‌های جوانتر از 1 ردیف شروع بکنن و بعد از تسلط به ردیف دوم برسن. ظرافت تاچ راجبش بحث میشه، اینکه انگشتان زیاد با فاصله قرار نگیرن از کلیدها و اینکه یک سری تمرینات تکنیکی که ما توی حال حاضر یه سری تمریناتی که با بچه‌ها کار میکنیم مثل تمرینات تکنیکی که مثل تمرینات هانون و امثال هم، خب کوپرن همچین تمریناتی هم داشته. حالا مثلا فواصل سوم یا استفاده از انگشت 5-1 که اینها رو این متریال رو به دست می آورده اون هنرجو برای اینکه توی حالا قطعه‌ای که کار میکنه ازشون استفاده بکنه. پس اولین تمرینات صرفاً تکنیکی
که وابسته به قطعات نبودن رو هم ما اینجا میبینیم. انگشت‌گذاری خاص کوپرن خب باعث می شده که هم لگاتوها بهتر صدا بدن و همین که جمله بندی ها بهتر باشه. به عنوان مثال توی کارهای کوپرن میبینیم که نوت انتهایی یک جمله رو با نوت ابتدایی جمله بعدی با یک شماره انگشت می نویسه که نوازنده ملزم به این بشه که دستشو بلند بکنه و اون جمله بندی اون لگاتوهای رعایت بشه، یا اینکه روی نوت‌های یکسان انگشتان متفاوت میذاشته که لگاتوی بهتری داشته باشه. این نکته ها واقعا حائز اهمیت بوده تو این سیستم که این کتاب رو تبدیل به یک کتاب منحصر به فرد میکنه. بعد از کوپرن، ژان فیلیپ رامو در متد کلاویه‌ای مینویسه که انگشتان مثل پاهای یک دونده باید چالاک و مستقل عمل بکنن و وزن دست رو به دوش بکشن. نکته دیگه که راجبش صحبت میشه اینه که انگشت‌ها با حداقل فاصله از کلید و کاملا مستقل کار بکنن و اگر انگشتی حرکت میکنه انگشت دیگری همراهش نباید حرکتی داشته باشه. راجب تمرین تریل های دو انگشتی اینطور مینویسه که فاصله انگشتان باید به مقدار حد اکثری باشه و رفته رفته با افزایش سرعت انگشت‌ها هم به کلیدها نزدیکتر بشن که یک صدای متعادل بین دو تا نوت داشته باشیم. بعدها در یک رساله رامو می‌نویسه که آزادی بدن، آزادی کل بدن در اجرا بسیار مهمه و کل این رساله رو راجع به همین بحث آزادی می‌نویسه. هم عصر این دوتا نوازنده و آهنگساز در آلمان سباستیان باخ زندگی می‌کرده که مفصلا در قسمت بعدی بهش می‌پردازیم. در این قسمت راجع به متدهای اولیه از سال 1600 تا سباستیان باخ صحبت کردیم. در قسمت بعدی راجع به باخ و موزارت صحبت می‌کنیم. تا قسمت بعد با من همراه باشید.